با مقصد اجرای دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامی رحمان جهت در سطح بلند تجلیل نمودن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای بنیادکاری و سازندگی در شهر حصار با مرام ادامه دارد. با اشتراک معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان مطلوبخان ستوریان، نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی، سابقه‌داران مهنت و اهل ضیا با منفرج‌کنی شهرهای محله بین شهری به مسافت 1 کیلومتر آغاز بخشیدند. معاون سروزیر ضمن بازدید به صفت کارهای راهسازان بهای بلند داده قید نمود که دستجمعانه و یکدلانه به انجام رساندن کارهای بنیادکاری روز تا روز در شهر حصار بیشتر می‌گردد. از این رو سهم گذاشتن در کارهای سازندگی یک گوشه وطنی خود شرف و افتخار است. در توازن مؤسسه 246 کیلومتر راه موجود است. از این هم باشد 24 کیلومتر راه بین المللی، 46 کیلومتر راه جمهوریوی، باقی 176 کیلومتر راه محلی میباشد. بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با دستگیری وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و مقامات حکومت دولتی شهر حصار چخیلی که امروز دیده ایستادیم اسفالت پوشکنی راه‌ها با مرام ادامه دارد. این هم باشد در سال جاری زیاده از 15 کیلومتر راه‌ها را با دستگیری وزارت نقلیات حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت شهر حصار با جلب صاحبکاران زیاده از 15 کیلومتر راه را اسفالت پوش هم کردیم. عموما در شهر حصار اسفالت پوشکنی راه‌ها و تعمیر راه‌ها با مرام ادامه دارد. با پیشروز جشن‌های ملی کشور با جلب صاحبکاران وطندوست و آبادکار نیست و دستگیری وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان همچنین مقامات اجرایی حکومت دولتی در شهر حصار راه‌های کوچه‌های مرکز شهر و دهات پورا اسفالت پوش کرده می‌شوند. چون که ما در عرفه جشنگیری 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان هستیم و مردم همه جانبه شهروندان و تمام مردم حدود شهر حصار کوشش به خرج گرفته ایستادند که بهر آبادانی بهر پیشواز گرفتن 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان کارهای آبادانی را به پیش برند. خصوص شهروندان چون که از گفته‌های جناب اولین هر یک شهروند منزل استقامتی خودش را بیرون از منزل خودش را راه روی خود را آباد و زیبا گردانده ایستادند. اجرای این عمل با دستگیری صاحبکاران وطندوست و آبادکاری شهر در یک جایگی مقامات محل عملی گردیده مردم شهر حصار زیر شعار یک دل شویم و ملک آباد کنیم کار و فعالیت نموده جشن تاریخی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را در سطح بلند معنوی و تشکیلی تجلیل می‌نمایند.